کجکی دار کجا می روی شم ماه تار کجا می روی در شب تاریک به سراغت بدوم از نظر یار کجا می روی ای کجکی دار کجا می روی شم ماه تار کجا می روی در شب تاریک به سراغت بدوم شم ماه تار کجا می روی مثل که با میرمن نرفتی عباس همون خالد بلبه جوید به سرت غرص یرق چیند لا رفتن آید بکم چینه خیلی خوبه ایشته معلمی بیده که تو تعلیم و درس میده معلم مکتب بود چیز انگلیسی یا ترکی؟ فارسی خب فارسی و تو نگفته که ایلی از تو کتتر میده برو گو سلام علیکم و علیکم سلام بود خب اما تو ارزش سلام نداری گیله آقا برار مجلس سلام ارزش سلام هیچ چی نداری سلام عیب میشه به تو آدم بگه سلام علیکم من ارزش ما حال نزباددار شدم ما نام خدا حال کته شدم ارزش ندارم من بیاردی بیا آوردم سگو گیله به تو یک گپ میگم با حرف بکف همیشه یک وقتی با حرف از خود خودتکه که از تو بود یک برفی بکن بفهمیدی؟ چی کاره؟ خیال کردم مثل زنکا با این نخونا خود دگرار بگرفتی بلند کردی خب برو الان همین خصوص سخت تو روز اول خودم رو طی کرد گفت تو پیچکش دختر و گیله خلاص نکنه خودی همین گیله نور میخزارم به میله برای خود گیله نی امور میخزارم به میمونی برای خود گیلک نی امور میخزارم خود گیلک به یه برابر برای نی هم میخزارم که با خونه خوب ببره تا پیچکشی خلاص نشه بابا جان اما خود مسخره نکن به اون خونه خصوص دروغ نرو اصلا تو چی کرده که من میرم نوزباد خو میرم بیارم چاشای بخونه ما بسته که تو بگو گفتم برو بخون با پیش بابا بگو بابا گلت میگه 500 پول بدین که من میرم نوزباد خو بده یا نه بیا دوستون بیا نه تا خصوص سخت تو نمیذاره گیله بله. دروغ نرو هم ما میده بعد بابا کنه میکنه ببرفت مزی خونی که و سر زمین پیش بابا برو نه کار میکنی ما میرم همین کسی که کجا میری؟ میرم با سلام میرم کجا میرم؟ بگم عباس ها سکو یک بیستینی دیری برای نه خاطر این میده کنم کلام مستقیم این میده نکنم کلام مستقیم بودم دایی دارم دایی نمیبرم حال پوم زری بگی شده از هیچ دیگه میله بدم پنسیده خورده کن بابا که نگفتن که چرا میره بارخور زیتی میاره و تسلما نه چای نمایم باید تینیم بابا چای هوا خونو کرد داده خود کجی داده خود بگو بیا بزی خونه اگه هسته سلام علیکم علیکم جانی اشتری خوش آمدین زنده باشین که چیزو خلوکتیه ها؟ خلوکه خونو که 55 خیلی یخ کرده کجا کجیکی کجاه با بالای کو برو جخ کو چری خیلیت بود خاطر ما بیا آمد من مادر ما پیار ما عباس برار ما همه لکه گفتم برو نزبات خورور در بیا بزی سرا بیا با کلی سرا به سلامو بیا بدی برات نمزاد خود که ببریم سرا خوب خیلیت باشه اما میمونی مجلسی چی نه ما میمونیم پیار میگه نه به من با شرمون سرش او نمیخوره ما میمونیم میدی همه بیا با خاطر نزبات خود کردم تو برای چارشیوی به سلام ما برای اینجا ساعتی هم تیر میشه گاهی وقت خاله هم میآید چه کاره گیله ما شو تا شما ما چی میکنه میجیبه
اول سال یک دفعه خودخونی میشوری نه کوخ زدی گله برو باش به پیار خودم گرم بکی به پیار خودم گرم بگو که باخت دارم خودی تو بره به سرا شما گله خاموش کی خاموشه؟ شماره اینا خاموشه گوشی نامش کبق نداره بیا تو خاموشه بیا نگو گوشی اینا خاموشه گوشی بیا تو خاموشه برق نداشته امرو بخل آشونه چم خوبه خیستی برو نزبات کجا خو گپ بینی برو شاید نقد دارم بابا بای مگذره برو خواه خود تو صدا کو بیاره بده نه من اگه خبرشم پستم رو میکن بابا وقتی دیگه تو هم اینجا فقط میگی که وقتی برو دیگه نرم شدی نه برو دیگه من مسخره نکو گیل که جیر من دومات تونم من قطع تو نیم من مثل تو 50 تا مال میبرم لب جیو میخورم پس میایم نگاهی تیشنه نبری گلم با خدا به خواهر تو میگم یک وجبی من مسخره میکنه کله گندی و سایکو تو ایر به عباس بگون که مثل خورید ولی با ماله اشتری که جکی اول خیلیاتی جنجری شکر فضل خدا دارم بنی بحث چه عجبی طرفا؟ که جکی یک خواهشی دارم چه؟ از چی؟ اصلا میریم من به مثلا شما بیام بیاین خونه خود چمانه این یک وجبی من مسخره میکنه این میخنده سلکایی میخنده غلط میکنه چی تو کارا میکنی بعده از تو کلانترم به آخی خدا هم قطع من نیه این تو هم قطع عباسی من خودی عباس رو مسخره کو دیگه مسخره نکو بعد خوبه که جکی بیا من که گفتم برای قرار که دیگه 3-4 شایی بخونیم مادرم و پیرم و برار من همه لکه بگفتم لکه گفتم برو بیار نیست بینا نگفتم گفتم بیاری خب که جکی میزم سوار از خندگیر به من نباشیم سرکو خب بزن میگی لکه گفتم خب یعنی میگم نیست بینا نگفتم لکه نگفتم نیست بینا گفتم حالا مسخره نکو تیاره دیگه اونا خب سوالی از اونا میکنم بلخشید دیگه چوب کن خب اگه با همون نقدارم چی؟ گپی نیه بابا میگذارم بیشتر گپی دیه واسم باشه اجازه بگیرم من کنک میکنم میزنم من ها؟ میزنم من نیه بله خب بله ما خب اگه زدم گردن شما مگر شما جواب دیم کار خوبه. ندارم با خدا پست شما نمیکنم بله بله اگه زدم چی؟ نه کار ندارم ای بگو که خواهم برفتم بازار با ماشل زمین بزنیم میگیم خب نه خو نه ایت نگه دیگه بگو ببرده که گیلک ببرده نزبات خونه سالت 3-4-5 شوه عبد راسته خود سودا میایم بکلمو باش که چادر خبر دارم که خبر دارم اینجوری یا کریمی باش چادر کی خبر دارم ها؟ چادر خب کی خبر دارم برو برده چیه؟ تو سه کامیت کنم به زمین میخوری مرا مسخره نکن مثل تو 10 تا مال به کیسه آمده حد دو نزبات میگو می اینجوری یا کریمی ای بری بابای چی نگی خب اول این چی نگی خیلی که بپرسیدم بابا خب میگم گیلک آمده برای نزبات خوب بود خوش آمدی سلام هم بگیم به چی؟ کجا بخیر؟ سلام کاکا خوش تیاره جانجوره تیار بس دیگه سلامت باشین کجا بخیر؟ بله کجا بخیر؟ ما این بابرم کجکیر میرم مادرم و پیرم و برارم و لکه گفتم انا چیز کو کجکیر بیار به سرم و 4-5 شوی کجا میبری؟ سرا خوب آه 4-5 شوی من امروز اول به تو چی گفتم؟ به تو چی گفتم روز اول؟ چی گفته؟
و تو نگفتم تو پیشکش تو خلاص نمیشه اجازه به سرام نداری که تو بیایی یک اجازه نده که دخترم با جای ببری تو کی گو که تو بیایی ها گردنم بند باشه که فرو نشوری نه و تو کی گفته نه واخی فرو نشوری واخی تز فرو نشوری تز میتو بدش برو بده فرو نشوری خدا فرو نشوری بذارین خوب تو کاکا فرو نشوری گفتی تو خب بابا اینو نشده. گفتم میگم تو باش دیگه خب مادر شما فرو نشدین. گفتم دیگه چیکاره کاکا خدا زمستونه برو زمستونه به خدا بزنم کاکا تگیشو ها؟ بزنم تگیشو نه و تو نگفتم چی گفتی؟ تو پیشکش خلاص نمی کنی اجازه به می سران ندار که بیایی ای به من زنگ زد اشتباه که زنگ زده اما فکر دلم دارم میگه اشتباه کردی بیا برو بده واخی اشتباه نکنم. بیا برو دیگه بیا برو میگو بیا برو بده بابا چرا شو؟ برو، برو. نگاه کنه برو بده بده برو خب میرم دیگه برو. دوشک بله. مستم این فنگیلا نه. من روز اول به پیار تو با مادر تو با برارات همه گپ زدم که ما دختر ندار که به دخترم شما گوشی بیارین یک دختر ندار که به گیلا گل به میله ببره دختر ندار که به باری ببره ما به تو کی گو که تو بیا به سرامه به تو نگفتم امروز اول به تو نگفتم به سرامه تا پیشکش که خلاص نمیکنی نه ای من مدار من آن تیز کوکو آن سعی کنید چی چه کاره آن ایرم بزو خرج میکنم چه کار میکنی بزو خرج میکنم خرجی که بده دست تو خودتو میکنی بده کوکو بده برو دیگه تیز برو برو که من خب من نگه کجا برو دیگه خاک با سر تو شکو بخست کده بیامدو خدا تو خسرو در و در کن خیلی خوشی خیلی از جوونی خو خسرو رویدی به زی خانه کندمه 5 سدی منم بستوندی حالا من برم جواب پیار خود چی بدم اما عباس بگو گفتن نرم ما مزنگ ندارم تو شرم نداری خب من ندارم. نگفتم خب خودت گفت من میام برات تو زنگ زده بود تو اشتباه کرده من زنگ نزدم اصلا تو هم اشتباه کردی که زنگ زدی خب مادر یعنی بگفته بودن که بیایی خیلی زمان میزنه دختر برو بخونه دیگه بده آره نرم او رستوران بیرون کردیم خب برو دیگه برو بخونه رو دیگه با زبانم میزنه بابا چه کاره؟ بعد من پیر مادر خب میگم به قبرستون که میگه با تعطیلی که میگه تو چی کرده؟ خب پس چرا پولای استوندن خوب کار کردی تو چی کرده؟ برو دیگه برو میگو خب نمیده چی بودم؟ برو میگو که تو دیگه ما ساعت برو دیگه برو دیگه خب حالی میچی نخمیدی به سرا و بیا یک چند تا پشت بیلمی تو تو باف کن که خودتو کیف کنی نه کش میگی راست نمیای به سرا میای نه تک تک نه چیزی تو رو میای به سرا میای شهرم کو تو رو همال بیرو کردم و دواره میای بیا یک چند تا پشت بیلمی تو باف کن و تو کیف کنی
و هم هیچ دکتر هم درد تو نفهمه که کجا تو بخورده. خجالت نمیکشم مغزر. چگاره؟ تو نفتر برو دیگه برو علی دستم برو با تو دو بیاره که این دفعه دیتم تنگ ساعتو میزنم که خود تو کیف کنی که نفهم که کجا تو بخورده. همون در خجالت نمیکشه او را اثارو بدر کنی داره باید کیور به سر در بالا میده همون در فکر رو نمیکنه. کجی بله بابا. مرگ بابا چه کاره بابا جو؟ تو میسرا نبودی بدو. کمی تو بگرم مشکل تو خلفه کن تو چه کاره بابا؟ تو چرا خواهد خمستی شخودی گیله که بره؟ خب حرف من میکنم. هرچی تو چیزی آخی؟ تو چی هرچی میکنه؟ گفتم نرو باش بابا با زنگ دادم بابا برای شما گوشی شما خمیش با کجا خمیشه؟ گوله! خب بابا گل خمیشی داره بود. همون خجالت نیم با چه گوله خونه بده از سرا بدر کن دل اکی بره از سر در بلند حرف من میکنه. بله بابا. چه کار تو شرم نداری تو حیا نداری تو هم زنقل تو نمیکشه. خب دیگه من که اشتباهی نکردم بابا. خب از اشتباه بیشتر چی بکنی؟ اما هرچی گفتم نریم باش بابا بیا اجازه بگیری. تو هم فکر میکنی من امروز اول خودم رو تجربه نکردم که اجازه ندارم تو گوشی بیارم اجازه ندارم مهمون کنم اجازه ندارم بخونی نبر اجازه ندارم خودم رو به میله بری. خب میرفتم من میرفتم این تا اقام یک پول شیرخ ببردی اقام یک بغنون ببردی که با دو دیوانه میفتکی. بابا بعدو گیلنگ یک اقلا کمال بیدی هم نداره. مختار خجالت کشیم. باید بابا پولای نرم میستونم. و تو چی هست کسندم؟ تو چی کرده کسندم؟ بستونم. مفت میدادی. خب دیگه چی سنی بیدردی؟ خب پول نرم نمیستونه بعد دیگه اونا میگن خودی خواهد پولا ما نرم میستونم نمیستونم. به کی میگه؟ به قبرستون که برکم میگه اختلاط میکنه میگه و من چی کار دارم؟ بخی کجی برسه که دستان کینه؟ خوبه. بده یک پیاله چای به مرده بیاره. خوبه. سر خود خوشن راه میگیرم بیرم که چک ایتا سریاله مونده. بیا. نمیام بیا. نه یا کجا بفت از همه چه نمیام یا نمیام چی می؟ برات پولو خودم برای چی میگی؟ برات پولو خود چون که با دختر میدادی بری با برای پولا میدی؟ من که نیایم سرا شما نیایم پولو خورم نمیدونم من دیونیم من به خدا به پول میفهم به دگرها دیونیم به پول میفهم آخی نمیده که من بیار دگاه نوزاش خرید کنم باجی من بیام و برات پولو خود تو نمیده که اینو میدو دست نوزاش که بخواه خرید کنه نه
حالا من بدون دست ازی دادم. من کار ندارم بستونیم پولو من. ما پولا نمیدیم برو برای برم پولای خوار خوب بستون. نمیدیم. با خدا یک ریپه نمیدم. گیلا. یک ریپه ندیگه دور تو کمک کن اول خسون بیان پوست تور میکنم. بابا من مثلا خدا میگذارم نسبت دارم میگذارم خودی من برای چند پولا خور بدم من. یا بگی چیزی ما دست ازی. پیار خود. یا بگی نادیده. یا برو دست ازی. یا برو دست ازی. برو که پوست تور این میکنم. یک پانسدی چند تا صفر داره بده فس نه که چند کسی مثل تو 10 پیار تو من 10 تا به ریش نسوندم. بده. بیخی خود تو خیلی ریشتری بده. بگید برو برو دست رو مرد غیطه کو برو. دیگه نمیام مثلا کوخ زده شما. برو که پوست تور میکنم. کلی تو کوک زده سر تو کوک زده گردن من باشه تا ما پیشکش کنم پولو کلا یارو پرتا ندم افتان برات که جکی نمیام 33 بالای من برات شما و که جکی برو همین دیگه. پولا تو هم کوک زده گیلا درس رو مرد سکو.